ما هممون جز نسلایی هستیم که خیلی بهمون سخت گرفتن دنیا رو. خیلی ما دوره هایی هستیم که مثلا نگاه میکنیم میبینی بچه که اواخر دهه یا دهه 60 هستن خیلی به ندرت بچه دارن یا کم بچه دارن یا مثلا دیر بچه دار میشن، دیر یادشون میفته. اونم دیر یادشون افتاده اینه که نگاه کردن به دوره های جلوتر و دیدن که مثلا کلا نگاه کردن دیدن کشورهای دیگه یا نسل‌های دیگه اینجوری فکر نمی‌کنن. الان در 80 90 همشون میخوان بچه دار بشن، ولی دوره ما بچه دار نشدیم. و امروز به این فکر کردم که در واقع وقتی که تو بچه دار میشی با اون بچه‌ها دوباره بچگی میکنی، یعنی میای توی فرضاً همین جایی که الان من نشستم باعث شد من به این قضیه ببین یه چیزایی مثلا در حالت عادی اینطوری که من میبینم آدما نمیان بشینن، ولی وقتی که بچه داری میای میشینی و وقتی که میای بهش فکر میکنی اینه که تو وقتی بچه داری انگار یه دوره بچگی تو روانشناسا هم میتونی میگن دوباره داری تکرار میکنی. حتی اگر یه سری مشکلات داشتی با مادرت با خانواده‌ات داشتی میتونی با بچه‌ت دوباره خودتو احیا بکنی و یه نسخه بهتری از خودت دوباره درست بکنی. چه میدونم اگه خوب نابودن بخواد یا اگر احساس میکنی جای کم بوده تو عکسش رو انجام بدی و این واقعا یه قسمت از تو رو پر میکنه. به نظرم میاد که حالا جدا از این که خیلی سخت ما گرفتیم به خودمون به نسل خودمون، این هم هست دیگه، این هم جزش هستش که نخواستیم بچه دار بشیم و این تجربه رو داشته باشیم. آدم با بچه داشتن به نظرم میاد که همین که یه سری هورمون ها ترشح میشه خیلی زیاد، یه دور جوون میشه بدن، همین که خود اون بچه‌م تو دورانی که میخواد بزرگ بشه اسباب بازیگی داره. چون این تجربه دیگه است. مثلا من همین الانم خیلی کم پیش بیاد که چیزایی رو برم ببینم، مثلا به طور اتفاقی چشم بیفته بگم ای نگاه ببین اینا چه چیزایی دارن ما نداریم. و تو وقتی اینا رو برای بچه‌ت بگیری واقعا یه جوری که خودت هم کیف می‌کنی چون هنوز اون کودک تو وجودت هست. و البته الان دیگه نباید راجع به این چیز صحبت کرد، الان دیگه جوونا معمولا میدونن که بعد بچه دار بشن. تا ما جزو دست آدمایی هستیم که بچه دار نشدیم یا رفتیم تخمک فریز کردیم یه کار اینطوری. اونم نمیدونم هم حوصله میخواد، همین که با زوری هزینه‌ای میخواد. حالا اون تخمک فریز شده رو بعد تو تقاضا کنی ازشون که خودشون یه اسپرم اهدایی بهش بزنن. وقتی که یه شرایطی داری خارج از کشور، مثلا تو خارج از کشور خیلی نمیدونم چی جوریه واقعا، میگم همه چیزی مقدار زیادی شانسه، هم شانس هم موقعیت. مثلا من اینجا خیلی خانمایی رو سراغ دارم که واقعا شاید چهره های خوبی هم ندارم ولی موقعیت های خیلی خوبی دارم برای ازدواج کردن. یا اصلا حتی آشنا شدن با آلمانی. مثلا من یه دوستی دارم که خیلی تعجب میکنم از اینکه چجوری اصلا یه مرد خیلی خوبی هم باش آشنا شده. یکی از دلایلش اینه که حتی به این افغان ها به این قضیه فکر کردن، مثلا یه فایلایی رو برای خودشون درست میکنن تو مدیا میان. حالا مثلا برای ماها که چه میدونم من خودم یا افرادی هستیم که خیلی بستگان زیادی نداریم که تبلیغمون بکنن یه جایی بری که دیده بشی، این یه مقدار اشکاف دیگه. یعنی چجوری بشه پیش بیاد یه جایی با یکی آشنا بشی و اینه. کلن هم دنیا و جهان به این قضیه فکر نمیکنه، نه دلش میسوزه نه پشیمون میشه نه ازت معذرت خواهی میکنه. کار کرده دنیا خیلی عجیب غریبه. کلا افرادی که توی هر زمینه قربانی میشن، بچه‌هایی که قربانی میشن، میگم ما اومدیم برای خودمون یه توهمی ساختیم که آره اینا توی دنیای دیگه خوشحالن یا جهان دیگه اینجوری. همینه، تا همین قضیه هم برای دنیا اهمیتی نداره. واقعا نگاه بکنی به سرگذشت جهان که چجوری ماها به وجود اومدیم، بعد خیلی هم سخت نیست فهمیدنش. واقعا دو سه تا حتی مثلا کتاب هم شاید نباید بخونین، اینقدر ویدیو هست راجبش، میتونین اصلا ویدیو سرچ کنین و یاد بگیرین. بعد متوجه میشین که تو توهمات خودتون رو نگه ندارین، با توهمات زندگی نکن.
درسته که مقدار زیادی میتونه روانتون الان توی لحظه آروم بکنه وقتی به خودتون دروغ میگین، ولی دروغ گفتن دیگه واقعیت نیست، واقعیت چیز دیگه است. حالا نه اینکه مثلا برای تو دیر شده باشه، از اینکه مثلا تو ممکنه یه چیزی از وجود خودت به وجود بیاری که اون سالم باشه، سرحال باشه، میتونی کسی دیگه هم بیاری که مال کسی دیگه است، مال بچه شخصی دیگه است، اونو بزرگش بکنی، من حالش باید بمونه. میخوام بگم که اون کلا این هورمون هایی که ترشح میشه در دوران بچه دار شدن تا اون خود اون بچه که بزرگ بشه، چقدر برای مادر میتونه لذت بخش باشه و چقدر بهش میتونه جوونی ببخشه. و بعد مثلا ما توی خانواده عجیب غریبی بودیم که مثلا مادرمون از سرمون منت میذاشتن که ما به خاطر شماها اینجوری کردیم، من به خاطر شما اینطوریم، در که کلی لذت بدن. یعنی این صحبت‌های آقای هالاکویی در این مورد من گوش میدم، میبینم چقدر درست صحبت میکنن که تو داری لذت میبری به خاطر وجود بچه، تو داری انرژی میگیری، منتی نیستش. اینا تخریبمون کردن دیگه. تو این دورهایی که این حرفا رو زدن یه جوری یه حس بیزاری از بچه دار شدن در ما تو نسل ما به وجود آوردن. حالا من هیچی، خیلی از دوستایی که نزدیکم به منم همین شرایطو داری. وقتی نگاه میکنی میبینی که مثلا مادر 1000 بار روزی 1000 بار سرش منت میذاشته، آی ببین من به خاطر تو موندم، من به خاطر تو دارم زندگی میکنم، من به خاطر تو اینجوریم، من به خاطر تو درسمو نخوندم، نمیدونم کار نکردم، در که لذت بردن داشتن بچه.